سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر، شبتون بخیر هر جایی که هستین. من از وقتی که مهمونامون اومدن اصلا فرصت نکردم بیام اینجا، یعنی دیگه اون سرعت عملی که باید رو از دست دادم. الان که اومدم اینجا 2 روزه که اومدم، یعنی پریشب مهمونامون رسیدن و الان همه رفتن از سقف، من موندم اینجا چون یه ذره کار داشتم. مهمونامون کیا بودن؟ اونایی که تو اینستاگرام بودن خب دیدن و همه دوره هم ابراز احساسات کردیم. چه احساسی داری؟ همین؟ یک منو نگاه کن، چه احساسی داری؟ عالی. یک دیدم رسیدم نیما رسیدم عزیزم، ترانه رو ببین. چطوری ترانه؟ خدا چطوری؟ این بقیل نگاه مالا تا برسیم اون تو باید ایی برو با من نیفتی. چطوری تو؟ بده من اینو میارم. بده من اینو میارم. بده من اینو میارم. برو خسته نباشید. 3 سال شده؟ نیما بعد از 2 سال خانواده شدید. تقریبا 2 سال، یعنی 1 سال و 10 ماه و 18 روز مثلا اینطوری، و خیلی حس و حال عجیبی بود. خیلی بهم گفتن که آخرون ولاک چمدون داریم. نه نداریم، به خاطر اینکه اون شبی که رسیدن انقدر دیگه واقعا اون دیدار مهم بود که چمدون اصلا رفت تو حاشیه. بعد یه اتفاق دیگه هم که افتاده بود این بود که مامانشینا از رشت که میخواستن برن تهران، که از تهران راه بیفتن به سمت اینجا، چمدونا رو داده بودن به مامانینا، مامانینای من براشون بسته‌بندی کنن، به خاطر اینکه خب دکترای بسته‌بندی وسایل مایعاتی که نریزه رو دارن و اینا. یه سری از اونها دست مامانینا بود بسته‌بندی کردن، بعد مامان ظرفا رو عوض کرده، ظرفای ریخته که مناسب هواپیما باشن و وزنشون هم زیاد نباشه و اینا. خلاصه که قیافه همه چیز چون تغییر کرده بود اون شب، وقتی هر وسیله‌ای که در می اومد و اون گفتیم این چیه، همینطور بودن که نمیدونیم، اصلا قیافه‌شو نمیشناسیم. اینجا بابا خیلی مسیر نزدیکه، همه چیز. چی یعنی اینا چی هن؟ اینا دیگه خودتون اونا بادمجون سرخ کرده است. اینا دوتا. خب اینا که این گردو بکنم. این نه، این گردو نیست. این فکر کنم بادمجونه، کبابی. بادمجون کبابی. خب فکر کنم اینم شامی. این شامی. یادتونه من گفتم تو این آجره واقعا آجر بودی. این سبزی، این بادمجونه، اینم بادمجونه. وای تا باقالیقاتو. اینم باقالیقاتو. نه، باقالی پخته. تازه آوردم که برات این چی؟ سالاد درست کنم. خمسه؟ نه. آلبالوه؟ این آلبالوه؟ نمیدونم اون چیه. خالباش. اون که ترشه باش. ترشه باش. خب اونم که بکنم قرمه سبزی یا مرغ ترش زیرش نوشته. اینم که اون چیزه گردو. بخیر اون صندلی بیشتر این چیه؟ خمون این است. چیه؟ این مواد کندگونی. اینم آلبالو. آلبالو. خب آلبالو پلو درست کنم. پلو. پس اون یکم اینم آلبالو. باقالی. این درش هم مادر جون درست کرد. خوده؟ من مادر جونم.
نه مامان از این بر. این برای خودتون مرسی خوشگل درست کردی. اینم این سبزیه که این مرغ تاش اون همینجوری اگه مکروفر دارین بزنین فر بخورید دیگه صبح چیز آب نه چیز شیرده درست نکنید. وایسا اینا چیه؟ به به هفته بیجار شار شد دیدی این خالی باشه؟ این خراب نشده؟ وای چه عطری داره خراب نمیشه که وای. آره دیگه خراب شده. نه بابا چرا خراب بشه نه بابا اوکی خشکش میکنیم استفاده میکنیم نه بابا ما اینجا دیگه سبزی بیاد که رد نمیکنیم که این آخ جون کفشم این برای چیز سینکه؟ آره نه آبکش کوچیک نداشتم اینم دیگه چیه؟ اون دیگه چیه؟ این چیه؟ این بکنم چیزه رب پاپ نمیدونم اینا رو بسته نمیدونیم چیه که آره مامان یه مقدار بسته بندی های آب نه ماما یه دیگه میگی شربته؟ نه، این آب قوره است؟ اون آب قوره اخ یه دونه آب نارنجه یه دونه هم شربت آلبالوه یه عطری من نمیدونم هنوز چیه لطفا قبل از خوردن شسته بشه نه، نوش انجیر. جونتون شسته نشود شسته شود انجیر نه این قلوه جون میوه آخ جون این ظرفای مامان هستن بابا از اینا اینا خرید میکنه نه این که اینم میوه است میوه است آره او فلفل آخ جون آخ جون عجب عطری. اینم یه مربا فکر کنم آره جون این فکر کنم گردوه؟ باید باز کنید پلاستیک هوم سنتر مشخصه که مامان بسته این برنجه آره این برنج اینم برنجه این برای همین تگ هوی داشت یه دونه توش برنج بود این تو این برمارش که دیگه نیست تموم شد دیده سرخ کرده اینا پیاز سرخ کرده اینا رو بذار آره الان میذارم اینم پیاز سرخ کرده اینم پیاز ای وای تو ابد پیاز داغ داریم نی آخه این به آره اینا وسایل منه بعداً دیگه ببازم. آره اینا رو بعدا باز وای به از اینو نه آخه یا دوست نمکنم خوشمزه هست ترانه خلاصه که بعد 2 تا چمدون هم وسایل من بود که قرار بود برسه که اونا رو دیگه اصلا بازم نکردیم هنوز الان چمدونا اینجان الان میخوام بازشون کنم گفتم بیام اینجا باز کنم و با هم دیگه هم حرف بزنیم خلاصه که بریم فعلا یکم از ویدیوهای این 1-2 روز رو ببینیم تقلب نکن نخود آوردی خودم آوردم من شربا رو نمیشه خودم یادت دادم حالا میخواد نخود بیارم چی میخوایی دیگه مامی؟ هیچ چند تا سیب زمینی بدم؟ اگه درشت 2 تا الان این داغ شده مامان میخوایی داغ‌تر بشه لذت امروز روز خوبی دارم برام چه روز خوبی داری؟ چی میخوری؟ دارم نیمرو میخورم فرین چون امروز صبح میخوایم بریم اول یه دونه نوتلا بزنیم بعد بریم استخر آبتنی کنیم بعد بریم تردمیلو بزنیم بعدم بریم دیگه به خونه مخصوصیت
اینجا میخوایم شام چی بخوریم دایی؟ کباب پز بپزیم کباب؟ کباب بیرون بپزیم خودمونم میپزیم چون خیلی گرمه دایی. آره میخوای صبحونه رو شروع بریم؟ بله بفهم. دوست به چه نیمروهایی هم هست نوش جونه. خیلی خوشمزه است نه؟ یه تیکش نمیره خیلی خوشمزه است. ولی یه تیکش نمیره کجا نمیره؟ رفت؟ آره نون نمیخوای دایی؟ نه بدون نون؟ رژیمی؟ میخوای یه دونه چنگالم برات بیارم؟ نه چنگال با چیز میکنن با غذا میکنن نه با تخم مرغ با قاشق فقط؟ جزا سخت میاد بالا برات. باید تمرین کنی دیگه همه چی مثل تمرینیه شبیه باید با دست برداری خونه دوبه اومدیم مخصوصا خونه دوبه در رو بهش نشون بده سلام علیکم. یه سورپرایز خوشگل داریم برای این ویدیو. ببینیم کی اومده پیشمون. کی اومده؟ سلام سلام. من اسمم ترانه خب تو ویدیوه این آقا که اسمش نیما آقاه نیما آقا کی میشه؟ داداش مامانم داداش مامانت کیه تو میشه؟ داییه یه ماچ به دایی تو میدی؟ خیلی خوشحالم که پیشم دایی شد. سلام علیکم. امروز پیش ترانه خانم هستیم. ترانه چیزی میخوای برام بگی؟ آره میخوام برات یه جوک بگم بفرمایید. رسی موزه نرسیده بهش میگن به موزه نرسیده؟ چی میگن؟ میگن رسیدی زنگ بزن این چی بود گفتی؟ موزه دوتا چینی میخورم من میشکنم داشتیم کارامونو میکردیم. جاله داشت یه ذره کارهای دوستاشو میکرد منم داشتم رنگ‌آمیزی میکردم بنده نه بابا همین سه شب ها هست الان درست خیلی از اینا هست زن و اساساشون میزنن یا شوهرهاشون رو میشونن تو باشتم به چی؟ برعکسه زنه میشینه و هم میگه بکنیم بنده آفرین که اینه. قبل از اینکه برم چمدون یه چیز خیلی باحال میخوام تعریف کنم. دیروز بیشتر روز که بیرون بودیم با هم دیگه قدم میزدیم و اینا مثلا کارفور اینا میرفتیم ترانه کلا با من بود و همش بهم میگفت تو بهترین دوستمی و اینا خلاصه که منو بیشتر از نیما دوست داره و من این برد رو به خودم و تمامی همیهنانم تبریک عرض می‌کنم. به نیما میگه تو سیبیلت کج موهات زیاده خوشم نمیاد. به نیما میگه موهاتو کوتاه نمی‌کنی موهات خیلی زیاده چون خودش هم تازه موهاشو کوتاه کرده و خیلی بانمکه. دیروز یه دونه استوری گذاشتم از ترانه که ترانه خیلی بزرگ شده. خیلی‌ها توی اینستاگرام از تولد ترانه کنارمن یعنی الان تقریبا 7 سال شده امسال میره کلاس اول. من این استوری رو گذاشتم و نوشتم که یادتونه ترانه چقدی بود. بعد یه دونه ویدیو ازش استوری کردم. من این پست رو فکر می‌کنم 310 هفته پیش نوشته بودم یعنی هولوش 5 خورده سال پیش نه بیشتر قاعدتاً به خاطر اینکه ترانه فکر کنم توی این ویدیو 6 ماهشه یا حتی شاید کمتر. ویدیو رو ببینید این شکلی بود انقدر بود بچه
بعد براش یه عالمه نوشته بودم، یه متن نوشته بودم. بعد خیلی جالبه، من کامل یادم رفته بود که چی نوشتم. اصلا به نظرم خاصیت نوشتن همینه ها، آدم یادش میره که چی نوشته. بعد که بعد از چند سال بهش برمیگردی میتونی بفهمی که چقدرش واقعیه چقدرش واقعی نیست. براش نوشته بودم سالها بود آدم این سایزی ندیده بودم، تو خیلی کوچولوتر از کوچولویی، میدونستی؟ پنجشنبه که واسه اولین بار دیدمت صبحش رفته بودم و پارچه واسه آستین پالتوم خریده بودم به طول 60 سانت. شب اومدم پیشت و مامانت گفت 58 سانتی. فکرشو بکن تو حتی از پارچه‌ای که خریدم کوچیک‌تری. یه جای دیگه براش نوشتم که بهت قول میدم من اونی باشم که اگه از خونه مام بابات فرار کردی بیای پیشم، اونی باشم که باهاش تعارف نداری، اونی باشم که یه سری بلا سوخت بازی‌ها یادت میده و بعد کاری کنم مامانت ازم متنفر شه، اونی باشم که واسط کیک میپزه، اونی باشم که اگه مام بابات روشون نشد باهات دتاک رو داشته باشن، واسط با کتاب و کاملا علمی همه چیزو توضیح بدم. بعدش هم نوشتم میدونی یه جاده دو طرف هست، ممکنه من اونی نباشم که تو میخوای، ممکنه تو اونی نباشی که من میخوام، مثلا ممکنه یهو داییت اونی نباشه که هیچ کدوممون بخوایم و خب اون موقع دوتایی با هم کتکش میزنیم و میخندیم. بعد من دیشب اینو خوندم و واقعا اصلا موهایت هم سیخ شد. بعد دیروز دقیقاً سخت بودیم، یه که نیما اون طرف بود، من و ترانه داشتیم بازی میکردیم و بعد بهش گفتم که ترانه بیا بدویم بریم با دایی بازی کنیم، دایی رو بزنیم، چون مثلا اینطوری تو آب داشتیم هم دیگه میزدیم. بعد وقتی شب اینو خوندم که نوشته بودم یه روزی با هم دیگه میریم داییتو میزنیم درویج خوشونت از کودکی تا بزرگسالی، و اینطوری بودم که شت من دقیقا 5 سال پیش نوشته بودم که یه روزی با هم دیگه میریم داییتو میزنیم. خیلی عجیب بود واقعا حسش، خیلی عجیب بود که من اینو نوشته بودم و دیروز اتفاق افتاد. واقعا آدم نمیدونه که چه اتفاقی قرار بیفته. از این لحظه های چیز بود واسم که زندگی اینطوری میشه که تو اصلا نمیدونی چی قرار اتفاق بیفته و شاید همونی بشه که تو مثلا یه روزی فکرشو میکردی. خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. میخوام برم چمدونا رو بیارم. خب چمدونم و عجیب بوده، من باید وضعیت عجیبی اینجا نشستم کنار چمدونا. یه سری کوله و ایناست. این کوله پشتیمو گفتم بفرسته، مثلا اتیکتش بهشه. اصلا خیلی سال پیش خریدم ولی اون موقع از اینا بودم که از وسایلم استفاده نمی‌کردم، می‌خریدم ولی دلم نمیاد استفاده کنم. 160,000 تومان. یادم اومد که این چند خوشگله، خیلی نازه، اینجا خیلی به درد می‌خوره. گرفته بودم 160,000 تومان. از این گوشه ها میشه توش وسیله بذار. شاید تبلت هم توش باشه. وای اگه تبلت هم توش باشه چقدر حال میده. چون قرار بریم سفر، یه آدم وسایل سفری رو گفتم بفرستن. این کیف رو هم اروپا رو گشته بود. از این کیف کناری ها گفتم این مال مینو بود، این مال خودم بود. گفتم اینا رو هم بفرسته شاید به کارمون بیاد. یه دونه هم این کوله پشتی که از دیکتلون خریده بودیم. خب تو این کیف دیگه چیزی نیست، فقط همینه. به این چمدونه. این چمدونه خیلی برای من چمدونه عزیزیه. چمدون دانشجویی کارشناسی که بودم، تمام زندگیم تو همین بود. اولش که خوابگاه بودم و قصه اونو میام یه روزی براتون تعریف کنم. این خیلی عجیبه. این چمدونه واقعا برام حس و حال عجیبیه. وای من عاشق این دارو هم، انقدر بهم جواب میده. دراگ ایرانی رسید. آخشون شربت آویشن و روتارین، ای خدا. بعد یه بار بیام داروهایی که اینجا خریدم و خیلی ازشون راضی بودم رو بهتون بگم. عزیز دلم که اصلا نباشه نمیتونم زندگی کنم. داروی ضد حساسیت، من هم به آفتاب حساسیت دارم و هم به گرد و خاک و اینجا همیشه باید اینو بخورم. 2 تا چمدون رو همون شب البته باز کردیم که فقط توش خوردنیا بود. نیما برای دستپخت مامانش خیلی دلش تنگ شده بود که خب کاملا هم طبیعیه. برای همین اون چمدون خوردنیامون همش سبزی خورشتی و انواع خورشت بود. فکر کنم مسافرت اومدن همش باید غذا درست کنم واسمون. بهم گفت یه دونه چیز دارم. آخ جون فرنچ پرس. برای یک ایل فرنچ پرس. اینم فرستاده. این توی یکی از ولاگ‌های قدیمی هست. این ظرف رو خریده بودم برای سفره 7 سن. من گریه‌ام میگیره دوباره. ظرف عسلمو فرستاده.
یادم آشپز کنم نفتادم. نباید این چمدون آدم تو PMS باز کنم. لعنت به یه نفر بود واسم نوشته بود میخواد ظرف شیرم بالا بکشه. ظرف شیر عزیزم برگشت پیشم بابا. شیشه بودا. خیلی حس عجیبیه وسایلی که قبلا خریده بودم رو دوباره دارم. و روزنامه ها نکرتم. تو اینا همش مربا میره. مربا درست میکردم رشت و تو اینا مربا میره. اینا رو همه رو ما برای یه هدفی البته دوخته بودیم که امیدوارم بیام ازش حرف بزنم. اینا رو ببین حتی بهشون وصل قیمته. احساساتی شدم. این ظرفامون وای گلبم. اینا رو همه رو توی ویدیوهای آشپزی ازشون استفاده خواهم کرد. فکر کنم از ایران سالم رسیده به من اینجا بشکنمش. با این هم یه دونه عکس دارم یادتونه. ماشین حساب قدیمی نیما که حساب کتاباشو با این انجام میده. چجوری باز میشه این زیرش؟ آها تقلب نوشته. مال دوران دبیرستانشه. بچه از همیشه متقلب بوده، یعنی اینطوری نیست که یه شب اتفاق افتاد. آخه شاتای قهوه‌اش اینو از اتریش فرش خریده بودم توی کافه با این اسپرسو می‌خورد. آخ جون این شیشه هامون من عاشق اینا بودم. خیلی قطعا یادشونه. یه دونه توی کلاس نجاری یه دونه کمد چوبی ساخته بودم که اینا همه اون تو بود. توی اون کمد چوبیه توی سالن. داری اون من ظرف کوچیک نداری و از این. آخ جون شیشه های خوشگل. این بله توش گلاب میریخته. یادتونه تو یه دونه ولاگ فکر کنم خونه تکونی بود نیما گلاب با همینطوری قل 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 تا ته رفت. آخ این بشقاب سفیدم. او اینم یکی دیگه از شیشه همونه. وای توی بازار رشتی هم آقای دستفروشی بود خیلی شیشه های خفن داشت. ما همه شیشه همون از اون میگرفتیم. ببین چقدر شکلشون خاصه. اینم پس مثلثیه. خیلی باحال بودن. اون صدای شیشه میده. اینو یادم نبود توشو با بشون. خاکه یا چیه؟ بوی عرق نعنا میده. اینو یادم اومد یکی از دوستامون توی کافه خودشون عرق نعنا گرفته بودن 100,000 آتیشه. بعد قوی بود عرق نعنا تو این ریخته بودیم. ببینیم چقدر پیشبند دارم. این چای رو از پراگ خریده بودیم. روش نوشته پراها. فکر کنم مامان چای توشو برداشته. آخه این ظرفمو خیلی دوست داشتم. توش چای روبوس بود. اینایی که این ظرفایی که الان همش رو دارم نشون میدم همشون تو اون کمد چوبی چیز بودن. توی سالنمون بودن. وای آخ جون. گرم توش میخ. کم اینا رو مثلا میخریدم 15,000 تومان. اینا مثلا 10,000 تومان. تو این چای کوهی بود. خیلی عجیبه که با باز کردن در اینا و عطر کردنشون یادم میاد اون روزایی که چایی دم میکردم، نوش دم میکردم عطرها. حتی مثلا میرفتم از اونجا برمی داشتم درشو باز میکردم و اینا. چقدر عجیبه که یک بو، یک عطر میتونه آدم رو این همه ببره توی رویا و تصویر سازی و اینا. هیچ ایده ای ندارم چیه.
مامانینا یه روز رفتم منطقه آزاد انزلی و از یه مغازه برام عکس فرستاد، گفت این ظرفاش خیلی خوشگله، چیزی میخوای؟ و من گفتم نه چیزی نمیخوام، ولی چقدر ظرفاش بامزه است. بعد برام خریدن. ای وای نگاه کن اینا رو، چقدر نازن، وای خیلی خوشگله. به به، میتونم توشون کیک بچینم، با شیرینی درست کنیم، خیلی خوشگله. خوبه که باز کنترل کرده بابا خودشو و 4 تا دونه خریده و مغازه یارو بار نداره بیاره. دیگه تموم شد، خلاصه همه‌شون تموم شد. کی فکرشو میکرد؟ وضعیت کوه. یا افتاد که الان فکر کنم 3-4 تا ولاگ آخر همشون من توی اتاق نشستم و دارم حرف میزنم و کار میکنم و اینا. خلاصه چمدونا رو الان باز کردم، فکر میکنم یه کوچولو دیگه نیما اینا میان بالا. ترانه عاشق آبه واقعا، اصلا یعنی انقدر شبیه نیما رفتارهاش و اینا و البته سطح انرژیش، یعنی واقعا توی حرکت و اینا فقط اونه. بعد ولی مثلا برای بازی‌های مثلا خلاق و اینا میاد پیش من میشینه، یا مثلا نقاشی می‌خوایم بکشیم، می‌خوایم با هم حرف بزنیم، میاد پیش من. کاملا متوجهه که 2 تا تیپ مختلف باید با همون تفریق کنه. نیما واقعا خیلی داییه، میدونی، نمیدونم چطوری باید بگم، دایی خیلی فرق میکنه. برای خودم هم همین شکلیه، یعنی اصلا کلا به نظرم کانسپت دایی خیلی متفاوته. نیما واقعا از این دایی باحالاست. خلاصه دیگه داره عشق میکنه دیگه. خلاصه که این مدت هم من سعی میکنم که بیام اینجا بیشتر، ولی دوستم دارم که با خانواده باشم دیگه، یعنی طبیعیه که بخوام اوقاتم رو اونطوری سپری کنم بیشتر. معمولا صبح رو به کار کردن میگذرونم و عصرها رو با هم دیگه میریم بیرون، مثلا جایی میچرخیم و اینا. هوا هم که 70 میلیون درجه است دیگه، بیشتر سعی میکنیم توی فضاهای بسته بمونیم و همین که مثلا کنار هم دیگه ایم و اینا خیلی لذت بخشه. این از آپدیت ما. 2 هفته ای مهمون داریم که البته الان 2 روزش گذشته و متاسفانه آدم روز میشماره و دوباره برمیگردم پیشتون زود. من میرم اینا رو مرتب کنم، این خیلی اینجا رو شلوغ کردم، میرم اینا رو مرتب کنم و برمیگردم دوباره خیلی زود. بای بای.